بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. با ویژه برنامه نمای نزدیک در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستای عزیز، همونطوری که مستحضر هستید، متاسفانه دیروز 14 فروردین ماه در استان سیستان و بلوچستان یکی از علما و داعیان بزرگ این خطه اهل سنت را بازداشت کردند. عالمی که همه اون را با صراحت گویی و حق گویی میشناسند، مولوی فضل الرحمن کوهی، که فکر کنم همه ما اسمش رو شنیده باشیم و از سخنان زیبای ایشون و سخنانی که با جسارت خیلی عجیبی همیشه در مجالس بر حال خاص و عام مردم اون رو بر زبانها دارن. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی ایران این حق‌گویی هایی را بر نتافتن و دست به بازداشت موقت، که امیدوارم موقت باشه، بذاریم و جزئیات کار را بدونیم. در مقابل این بازداشت مردم این خطه اهل سنت، مردم شجاع بلوچ، اومدن و تجمعات اعتراضی مسالمت آمیزی را انجام دادن. نتایج این تجمعات رو میخوایم بدونیم چی شده و کار به کجا رسیده. مهمون اولمون جناب استاد مولوی نصیرآبادی هستند که قبول زحمت فرمودن، فعال رسانه هستند. در خدمت شما هستیم مولوی عزیز، سلام دارم خدمتتون. بسم الله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. منم خدمت شما استاد کریمی عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین خدمت بینندگان محترم شبکه جهانی نور عرض سلام و ادب و احترام دارم. من در خدمت شما هستم. خواهش میکنم جناب مولوی، دوست دارم با جزئیات کار بیشتر ما رو آشنا کنید و شاید بینندگان عزیزی که به هر حال در جریان کار نباشن بخوان بدونن چه اتفاقی افتاده، اصلا مولوی فضل الرحمن کی هستن، اهل کجا هستن، در چه شهر و چه منطقه‌ای ساکن هستن و دلیل بازداشتشون به نظر شما چی بوده؟ مولوی فضل الرحمن رئیسی، امام جمعه اهل سنت پشامک، روستای پشامک که در شهرستان سرباز قرار دارند و همچنین مدیر مدرسه انوارالحرمین پشامک هستند. ایشون یکی از علمای بزرگوار منطقه سرباز هستند و ایشون همانطور که شما در ابتدا فرمودید در صراحت‌گویی، در شجاعت، در موضع‌گیری هایی که دارند خیلی مشهور هستند و برای این محبوبیتی خیلی بالایی در میان اهل سنت نه تنها سرباز بلوچستان بلکه اهل سنت ایران دارند. ایشون 9 فروردین ماه روز چهارشنبه هفته گذشته طی تماسی از دادگاه ویژه روحانیت مشهد ایشون گفتند که باید 14 فروردین ماه یعنی دیروز روز دوشنبه خودتا به دادگاه ویژه روحانیت مشهد باید معرفی کنید و برای همین هم مولوی فضل الرحمن کوهی به همراه چند نفر از همراهان خویش به دادگاه ویژه روحانیت دیروز صبح مراجعه کردند، اما متاسفانه بعد از وقت اداری به همراهان مولوی پشامگی مولوی کوهی فضل الرحمن کوهی گفتند که شما منتظر نباشید چون برای شما ضرر داره و مشکل تمام میشه. به همراهان مولوی فضل الرحمن گفتند که مولوی فضل الرحمن امشب مهمان ماست و همراهانش وقتی که امروز صبح هم رفتند مراجعه کردند به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، متاسفانه جوابی بهشون ندادند و گفتند که مولوی فضل الرحمن به خاطر صحبت‌هایی که کرده و از موضع خودش عقب ننشسته، ما مجبور شدیم پرونده مولوی فضل الرحمن به همراه خود مولوی فضل الرحمن را به تحویل وزارت بدهیم. یعنی به خاطر اینکه کوتاه نیومده از حرفایی که قبلا زده، درسته؟ به خاطر اینکه صحبت‌هایی که قبلا کرده از اون بفرمایید. دقیقاً من می‌خواستم اینو بگم، به خاطر حرفا و حالا مطالبی که گفته نذاشتن و ایشون پشیمون نشده و نذاشتن ایشون دیگه به هر حال برگرده و پرونده رو ارجاع دادن به اطلاعات. درسته. مولوی فضل الرحمن اونجا گفته که موضعی که من گفتم این موضع من است، دفاع از مظلومین، موضع من است، دفاع از ملت اهل سنت، از تریبونی که من دارم، تریبون نماز جمعه، من از اهل سنت دفاع میکنم و همچنین مظلومین قوم بلوچ هم دفاع میکنم. این حق و حقوق من است و تنها جرم مولوی فضل الرحمن کوهی
تنها جرمش این است که از حقوق اهل سنت دفاع کرده و الا مولوی فضل الرحمن کوهی هیچ جرمی را مرتکب نشده. زمانی که آمنه عیسازاده دختر بلوچ که در میان بلوچ به زندان رفتن دختر بلوچ یه عیب بزرگی بوده، ایشان خیلی موضع‌گیری تند و صریحی داشتن و همچنین در مورد جنگ سوریه که مولانا فضل الرحمن گفتن اگر شما در سوریه می جنگید، با اهل سنت دارید می جنگید، لازم نیست از فقر ملت بلوچ و اهل سنت ایران استفاده ابزاری بکنید و با 400,000 تومان یا 1,000,000 تومان فقرای بلوچ را ببرید تا اونجا کشته بشن. موضع‌گیری خیلی صریحی داشتند و همچنین در حذف نام بلوچستان. و زمانی که من داخل بودم و مولانا نقشبندی بازداشت شده بودند، مولانا فضل الرحمن در سخنرانی هایشون خیلی صریح از مولانا نقشبندی دفاع میکردند و صحبت میکردند و میگفتند که مولانا نقشبندی باید آزاد بشوند. درباره مولانا نقشبندی موضع‌گیری های خیلی صریحی داشتند. منظور من این است که مولانا فضل الرحمن کوهی صحبت های خودشون را خیلی صریح و با شجاعت بیان میکردند و این سبب شد که مولانا را احضار کردند و آن هم مولانا در امیدواریم که بازداشت موقت باشند و خیلی هر چه زودتر به خانواده خودشون برگردن انشالله. جناب استاد، یک مطلبی، یک خبری که تقریبا همین تازگی هم دست من رسید، اگر دوستای اتاق فرمان هم تصویر لپتاپ رو بدن، اعتراض کارمندان بلوچ سپاه پاسداران به بازداشت مولوی کوهی. این هم خودش بر حال نشان از جایگاه والای جناب مولوی کوهی رو در بین مردم میده، هرچند که این افراد حالا یه جورایی به خدمت نظام در اومدن و بر حال به خاطر دنیا یا بگیم به خاطر فقری که در منطقه است بر حال خودشون رو در خدمت نظام در آوردن. این اعتراض باز جریانش چی بوده و تقریبا افرادشون آیا همه افراد بلوچی که در سپاه هستن اعتراض کردن یا عده خاصی هستن؟ افراد بومی و بلوچی در سپاه پشامک، پایگاه سپاه پشامک و هونگ، دو تا روستا در منطقه مرزی هستند و مناطق بسیار حساس هم هستند. هر افراد و نیروهای بومی که در این دو پایگاه بودند اسلحه هایشون را تحویل دادند و گفتند تا زمانی که مولوی فضل الرحمن بر نگرده و آزاد نشه ما حاضر به خدمت در سپاه نیستیم و اینها به عنوان اعتراض خدمت به سپاه را ترک کردند. البته اینو من عرض کنم خدمت شما، این نکته خیلی مثبت و خوبی است که مردم بلوچ، کسانی که از فقرشون همانطور که شما فرمودید استفاده میشه، فقری که به زور آوردن برای ملت ما، برای ملت بلوچ ما، از آن استفاده میکنن تا به خدمت بگیرن. الان نشان دادن اگرچه ما فقیر باشیم، اگرچه پول نداشته باشیم، اگرچه نان شب نداشته باشیم، اما این به این معنا نیست که ما با دین خودمون معامله کنیم، با علمای خودمون معامله کردیم. اینا نشان دادن که اگر زمانی که دین ما در خطر باشه، علمای ما در خطر باشه، رهبران دینی ما در خطر باشن، ما حاضر هستیم کنار رهبران دینی خودمون بایستیم و کنار به اصطلاح دشمنان علما و دین خود نایستیم. بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر از شما جناب مولوی عزیز که به هر حال در این برنامه مشارکت داشتید. میدونم سرتون هم خیلی شلوغ بود و قبل از این هم برنامه داشته. اگر نکته خاصی مونده من در خدمت شما هستم. نکته که باید بگم که مولوی معاون مولوی فضل الرحمن کوهی، شاید خبرش هم شما خوندید، بله. مولوی محمد امین آسکانی هم تهدید کردن، از زاهدان بهش تلفن زدن و ایشون رو تهدید کردن که شما را هم احضار میکنیم، در حالی که مولوی در سخنرانی که من خودم گوش کردم چند لحظه پیش برای من دوستان فرستادن، بله. مردم رو نصیحت میکنه، میگه که فرماندار و همچنین رئیس اطلاعات قسم خوردن که مولانا فضل الرحمن کمتر از 3 روز آزاد میشه و برمیگرده و ایشون میگه که پیش من قسم خوردن. من توصیه میکنم به شما که تجمعی که امروز داشتید، اعتراضی که امروز داشتید، شما برید متفرق بشید و انشالله که مولانا آزاد بشه. و میگن اگر آزاد نشد در این روزایی که وزارت گفته یا فرماندار گفته، شما بعد حاضر بشید و تجمع جدیدی به اصطلاح ما ترتیب میدیم. در حالی که ایشون مردم ها توصیه به تفرق میکنند که تجمع اعتراضی که داشتید متفرق بشید، با وجود این از زاهدان بهش تماس میگیرند و تهدیدش میکنند. متاسفانه امیدواریم که به هر حال
فقط همین 3 روز باشه، هرچند 1 ساعت و 1 ثانیه هم از علمای اهل سنت واقعا ظلم بهشون که به چه دلیل باید اینا بازداشت بشن. متاسفانه البته من یک چیزم خدمت همه بینندگان عزیز عرض کنم، واقعا از یک طرف ما افتخار میکنیم، اهل سنت در ایران افتخار میکنیم که علمامون به خاطر دفاع از حق، به خاطر دفاع از مظلومیت بازداشت میشن و احضار میشن، به خاطر اختلاس، به خاطر هزاران مشکلی که ما میبینیم در سیستم حاکمیت به زندان ها نمیافتن و ما افتخار میکنیم. اهل سنت ایران به این افتخار میکنه که علمای ما به خاطر حقگویی، به خاطر دفاع، الان مولوی کوهی دفاع کرده از مردم مظلوم سوریه، دفاع کرده از مردم مظلوم بلوچ، به این خاطر بازداشت شده، به خاطری که حق رو گفته، نه اینکه اختلاس کرده باشه مثل کسایی که در آستان قدس رضوی و اینا هستن و بعد همینجوری سرشون هم پایین میندازن میرن کشورهای اروپایی و امریکایی. ممنون از شما جناب مولوی عزیز، خدا یار و نگهدارتون. خیلی ممنون از شما. خواهش می‌کنم، خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. خداحافظ شما. متاسفانه تا زمانی که این سیستم حاکمیت روی کار باشه نباید بیش از این انتظار داشته باشیم و اگر انتظاری بیش از این داشته باشیم فکر کنم ما در اشتباهیم و این حکومت و این سیستم سیاسی رو نشناختیم، چون این اولین بار نیست و تا این سیستم هم روی کار باشه آخرین بار هم نخواهد بود که علمای اهل سنت، داعیان، حافظان و کسانی که مردم رو به سوی یکتاپرستی دعوت میکنن، کسانی که از مردم مظلوم در هر جای دنیا دفاع میکنن و حمایت میکنن، به دست سربازان گمنام امام زمان به زندانها و سیاهچالهای این نظام افتادن این اولین بار و آخرین بار نخواهد بود. پس این خبر برای اهل سنت شاید زیاد بگیم عادی باشه از یک طرفی، اما از یک طرفی هم نباید ما دیگر به این عادت کنیم و این ظلم و جور حاکمیت رو قبول کنیم. دعوت کردیم از مهمون بعدی ما، فعال حقوق بشر بلوچ، آقای ناصر رئیسی. اگر تماس برقرار شده دوستان اتاق فرمان. بله، در خدمت آقای رئیسی عزیز هستیم، فعال حقوق بشر بلوچ. آقای رئیسی عزیز سلام. سلام عرض کنم. منم خدمت شما و بینندگان عزیزتون خواهش میکنم. در خدمت شما هستم. خواهش میکنم. آقای رئیسی عزیز، ما در این 1-2 روز به هر حال دیروز خاصتا در پی بازداشت جناب مولوی فضل الرحمن کوهی تجمعاتی رو داشتیم و من میخوام اینو برای ما و بینندگان عزیز بگید اصلا چه اتفاقی افتاد که به عنوان یک فعال حقوق بشر، حالا مهمون قبلی ما مولوی نصیرآبادی بودن، یک عالم دین بودن، ایشون از دیدگاه خودشون این قضیه رو تحلیل کردن، شما به عنوان یک فعال حقوق بشر بلوچ به نظر شما چه اتفاقی در پی بازداشت مولوی فضل الرحمن کوهی در سرباز افتاده؟ من صدای برنامه از اطلاع نداشتم، صدای برنامه رو متاسفانه. امیدوارم که حرفی که میگم تکراری نباشه. در خدمت شما. طبق اون چیزی که بنده مطلع هستم، روز چهارشنبه هفته پیش طی یک تماس تلفنی از مولوی فضل الرحمن کوهی خواسته بودن که خودشون رو در 14 فروردین یعنی دیروز به دادگاه روحانیت معرفی کنن. بله. مسئله که اینجا هست اینه که دادگاه چگونه بدون فرستادن اینکه احضاریه‌ای مثلا بفرسته به طرف میگن که مثلا شما باید فلان روز بیاین اونجا. گرچه ایشون هم به این نوع احضار کردن معترض بوده و اما به هر حال ایشون روز دوشنبه یعنی دیروز خودشون رو معرفی کردن. بله. تحت و متاسفانه اونجا بعد از اینکه رفتن داخل اجازه خروج بهش ندادن و تحت بازداشت قرار گرفته و به کسانی هم که از بلوچستان همراه ایشون به مشهد رفته بودن به صورت تهدیدآمیزی گفته شده که اینجا رو ترک کنید. به هر حال اینا اتفاقاتی بود که دیروز افتادن. موضوع مهم دیگه ای هم که میشه بهش اشاره کرد
اینه که هر ارگانی و هر نهادی که ایشون رو این گونه بازداشت کرده باید پاسخگو به سوالات ملت باشه. بسیار عالی. خب به نظر شما آقای رئیسی چرا اینقدر علمای اهل سنت خاصتا تو بلوچستان و تو کردستان هم همینجوری زیر فشارن؟ خب حکومت جمهوری اسلامی همونطور که همه میدونیم، همه ما ایرانی‌ها، بر پایه مذهب شیعه 12 امامی پایه‌ریزی شده. بله. و نمیتونه قبول کنه که سایر ادیان و مذاهب آزادانه به مذهب خودشون عمل کنن و یا تبلیغ کنن و حقوق اساسی اونا در ایران به شدت داره نقض میشه. بله. خواستم مثلا این مثلا ممکنه در مورد بلوچ ها در مثلا اهل سنت در بلوچستان صدق میکنه، در خیلی جا، در کردستان، همه جا. در بلوچستان هم که اکثر مردم اهل سنت هستن، فشار زیادی روشون هست تا اونطور که حاکمیت میخواد پیش برن. این فشار از ابتدای جمهوری اسلامی بوده، از زمانی که انقلاب شد این فشار بوده روی اهل سنت در بلوچستان. مثلا نه تنها این فشار، بلکه میشه گفت یه نقض حقوق بشر کامل که از هر لحاظ اگه ما بخوایم بگیم ممکنه وقت نباشه، ولی اینکه مثلا یک بلوچ نمیتونه، بلوچستانی که مثلا اکثر بلوچ ها ممکنه بیش از 98-99% سنی هستند، بخواد مثلا بیاد به سمت استانداری برسه، حالا مقامات دولتی مثل ریاست جمهوری و اینجور چیزا که جای خودش. دقیقا. این فشار زمانی بیشتر شد که جمهوری اسلامی از مدارس دینی خواست که زیر نظر اونا باشن و مولوی ها و کسایی که تصمیم گرفتن اونجا که نمیشه مثلا با مدارس حوزوی اهل سنت، مدارس حوزوی اهل سنت زیر نظر دولت باشن، چون دولت مذهبش با مذهب اونایی که دارن مثلا اهل سنت اونجا فرق میکنه و نمیشه مثلا یک عالم شیعه 12 امامی بیاد مثلا برای اهل سنت مثلا بلوچستان اونجا تصمیم بگیره و اینکه بگه که مثلا در مدارس کدوم درس رو شما باید تدریس کنین. پس یعنی به نظر شما علت فشار اصلی از زمانی که خواستن بگیم سیستم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر مدارس اهل سنت یه جورایی سیطره کنه و علما مخالفت کردن، از اون زمان این فشارها بیشتر شده خاصتا در بلوچستان؟ بله بله بله. باز فشار از زمانی که این مخالفت رو کردن مولوی های بلوچستان خیلی بیشتر شده. الان فشارها بر سر این که مثلا عالمان به حدی رسیده که مولوی های مثل مولوی فضل الرحمن که حقوی اهل سنت اونجا لقب گرفته، اون میان و بازداشتش میکنن، یکی پس از دیگری مثلا مولوی ها رو بازداشت میکنن و بازداشت و زندانی میکنن و باز وثیقه های خیلی سنگینی هم براشون تعیین میکنن. چون تنها تریبونی که فعلا دست مردم هست همین تریبون مساجد هستند و که میشه حرفی زد و موضوعی مطالبه کرد. مولوی فضل الرحمن هم چیزی جز این که حق و حقوقی که ملت بلوچ باید داشته باشه غیر از اونشون نزده و یکی از مولویایی بوده که در مورد اتفاقات روز بلوچستان حرف زده و اعتراض کرده. آقای رئیسی، حالا در بگیم ردفعل بازداشت مولوی کوهی مردم اومدن تجمعات مسالمت آمیزی رو انجام دادن. به نظر شما آیا از این طریق، از طریق تشکیل چنین تجمعاتی، میشه واقعا
مردم بلوچ یا هر جای دیگه به حقوق خودشون برسن؟ تجمع مسالمت آمیز خب در موضوعی است که در قانون اساسی ایران هم اومده و این حق ملت هست که در برابر خواست و مطالبه‌ای که دارند تجمع کنند. مردم بلوچستان همیشه این گونه تجمعات رو مسالمت آمیز انجام دادن و ولی متاسفانه مثل چند سال پیش که فقط جهت اعتراض به این که مثلا مولوی نقشبندی رو چرا و چطور یا پسرش رو دستگیر کردیم و فقط خواستار این که پاسخ بدن چرا اینطور شده و به چه جرمی بوده تجمع کرده بودن، این نیروی انتظامی بود که خشونت آورد و به سمت مردم تیراندازی کرد. من هم از همه مردم بلوچستان علل خصوص شهرستان سرباز میخوام که فردا در تجمعی که قرار مقابل فرمانداری این شهرستان انجام بگیره شرکت کنند، چون این تجمع حق مسلم مردم هست و اینکه حتی نه اینکه چیزی باشه که غیر قانونی باشه، چیزی است که در قانون جمهوری اسلامی هم اومده و این حق مردم هست که در مقابل چیزی که میخوان اعتراض کنن و مطالبه گر باشن. بسیار عالی. خیلی ممنون و متشکر آقای رئیسی عزیز که به هر حال در این برنامه مشارکت داشتید. اگر نکته خاصی مونده در خدمت شما هستیم، والله با شما خداحافظی میکنیم. خیلی ممنون. منم تشکر میکنم از شما و همکارانتون که این وقت رو به من دادید. خواهش میکنم. خدایا رو نگهدارتون. خب دوستای عزیز و گرامی، تا مهمون بعدی ما آماده میشه بریم یک میان برنامه رو ببینیم. سخنرانی کوتاهی هستن از جناب مولوی فضل‌الرحمن و شما خودتون قضاوت کنید از صراحت‌گویی و حق‌گویی این مولوی اهل سنت. بچا شما را وعده شما رسیدی جای اول ان شاء الله بلایی بری شما رسیدنه بروتی اول یا برا برسیدنه شما درست صحیحه. سوریه مسلمانان مظلومان حالش مسئله مروچی مظلوم تری مردم سوریه مظلوم تری مردم سوریه جنی آدمانی و چوکانی در پدری حالش مسئله. شاید شما دیدگاه مرزانی سے مارد کدام اصلا کم کی تصور کرنے ہوتی جناب، کم کے تصور کرنے ہوتی چوکا، کم کے تصور کرنے ہوتی ماتا، کم کے تصور کرنے ہوتی گوارا. آیا میدل پوتی چوکا چو سگی، آیا میدل پوتی ماتا چو سگی، میدل پوتی گوارا چو سگی. کیاش ای مسلمان، اگر تو یہ مظلومانی حمایت واسط راست، اگر تو یہ مظلومان حمایت کرے، اگر تو یہ مظلومانی دادا رست کرے، بل ایشانی جنگام ایشانی اللہ اکبر ایشانی جنگا یکی برا ایشانی کی جو مظلوم آزار بزنا چس آل سنتا برا فقط به خاطر ایشی یکی من مسیحی تو یا بعد میکنه مناظران تمام بھی تیز مناظران نبی. اس دشت سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنے جانی ہے، اس جان کا کوئی اعتبار نہیں. اگر یہ سر ماشین نیچے رو ترقی شمارا گوارے، اگر ماشین چاپتی میرے مارا شمارا گوارے، ماگر لیٹ گرے میرے مارا گوارے. اگر ماں یا شما یا کی حمدہ یا سوریہ مظلومانی کشا کشاک میں بیواسا اللہ قسم ہے کہ سودا سرسا ہے مشکل نہیں. ہر کسا فما ہر کہیں پاندی کریں گے بکن، ہر کسا فما ہر چکاری کریں گے بکن، ہر کسا فما در حکمہ ہر دور تصمیح کریں گے بگن. ہیچ پرو نہیں. یہ سر حتما یا بری ترکی تپی کشی ماری وا ماشینی چیر رو ترپوز وا بری آخرہ پیری کشی بری موت آئی کہ موت حتما صدر سے. اگر مظلومانی حمایت کو نہ کریں، اگر یہ مظلومانی کشا و اشتاعت نہ کریں، کاش وہ مردمان ہم چونکہ
مایش کنم که نیکسری مردم میشی نیکس حتی حالش من سرباز مردم سرباز میگوی سرباز وظیفه چی می علماء سرباز من رب قسمه که خدا شما را جز من الله قسمه که علماء سرباز خدا جز من جسارت نکنم دید نرم آنگو واجه آن وظیفه انجام داتا بله مارا خدا سرباز چیز جمعی سرباز منبوز فرما سوریه مظلومانی کشه و واسطه برا و ما شما زنده بی چوره کنه ما یه زندگی ها چه در دو بی زندگی یکی من سهی تو یک مردی که آیی من اسکوته مردم تبلیغات کنه این موضوع من لوٹه مگو پلانی یک عکسی من پیش سوریه مظلومان مگو چوک گنده چوکی دستپاده بسته گا اور مردینی آزاش برتا سزایش داده عکسی من کیسته گا مگو پلانی عکسی گنده اوشی آو مگو روی 2 میلیون فاصل زیره و 400 میلیون توام هون که ما یه چوکان کشه آباد به مگو خدا تی چوکات دیم پلپٹی تی چوک دیم پلپٹی ما یہ اعلام نہیں پدرستانه هر شخصی که اهل سنت آواز آن هر کس رو بله یک شخصی که اهل سنت برای شرکت بکن یه به هر حال برای مظلومانی کشگاه هر کوی مظلومانی کشگاه برای آرا پول لگی من 2 میلیون 500 حقوق رسی چوه نکنه یه پول لا خدا تعالی رسوای کن خدا تی نسل و ایران تو چه ها پشتانه تا چه 100 پشت آباد نوه 100 پشت آباد به هر حال من کلیا برسینه و هر شخصی که برای سوریا آی نکاح باطله هر مولای نکشی آن ترسی آزان مارا کشن با خدا قسم سان جنان سان تکبیر الله اکبر هر چی برای سوریه مظلومانی کشگا آی نکاح کشن نکاح باطله سلامت چهر بکن منی غیوری ماتو آرام منی التماس سین آی پس سلامت چهر مکنات شامی در آیا آتا چه بودا چهر کن وقتی مظلومان کشن رو بل اگر آی اگر اوتی جنگور واپسی پهرامی وقتا من یاداری ماتوار آیوتیگر مات منی گوهار آیوتیگر واپسی اجازه ندا تا زمانی که توبه مکن تجدید نکن و اگر یہ پیمی مردود شو مو آی مسلمانان قبرستان دفن رگ مبین آی در قیام در جهان هستی آی قبر بورتین آی قبر سر خدا لعنت باشه بهرحال یہ کلیه منی بره برسینه یہ پیام منی بره برسینه بهرحال اشی اصلا پری خبر یکی پری من زبان بولی و اشیا ما درستان پیاد کنم ها من درستان پیاد کنم علماء و چه جایی که من دست رسی هر جا که من تجمعی بگیردم هر جا من مرتو ما هر جا تجمعی بگیردم من اعلان شد هر مردمی که تا زمانی که دستا مکشم هر شخصی که سوریه مظلومانی کشک واسطه براته من یہ پتو اپ اهل سنت آئی به هر حال جن سامان کافتگان نکای پروشتا مسلمانان قبرستان دفن مدی آی سکته انشاءالله عزیز شهری عالم آی جنازه هم نوانین آوتی جنازه سواز کنه واسطه سرکاری مولای سواز کنه جنازه وانه واسطه سرکاری مولای سواز کنه آی نماز جنازه وانه حرامه آی نماز وانه من آواز رسیم انشاءالله عزیز شما را وانه رسیم دی سوز بشه گاه جا کسی تقاضا من چولو ماشن کولو ما شما ایشی واسطه بلی ماراش بکشم ما سوریا شد نکنه بلی مارا بکشم خدا مارا گو مظلومان قیامت پات تمہاری یہاں قبول انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی ماشم روزا عمل کنه توفیق. بله این پیام من را به هر کسی برسانید حتی اگر زبانم را ببرن. این آخرین پیام مولوی کوهی بود که متاسفانه بازداشت شد. مهمون بعدی ما سخنگوی حزب مردم بلوچستان هستند آقای ناصر بولیده‌ای که قبول زحمت فرمودن و بیشتر ما را با تجمعاتی که به هر حال امروز در بلوچستان مقابل فرمانداری برگزار شد. آقای ناصر بولیده‌ای سلام دارم خدمت شما، در خدمت شما هستیم. تشکر، با عرض سلام به شما و به همه بینندگان. به هر حال باید خانواده آقای فضلالرحمن کوهی با این مسئله همدردی باید آدم نشان بده که کسی که واقعا حقش نیست که در زندان باشه و پیش خانواده‌اش باشه دور از خانواده‌اش گذاشتن و این هم به نظر من خیلی موضوع خیلی مهمی هستش و خیلی خوب هستش که مردم اعتراض کردن و نشان دادن که
رژیم جمهوری اسلامی نمیتونه بی‌محابا به هر شکلی که بخواد رهبران مذهبی، روحانیون و کسایی را که حرف حق میگن به اشکال مختلفی بر اساس عقیده خودشون یا بر اساس اون چیزی که اعتقاد دارن، لازم هم نیست که رژیم همیشه باید به همه چیزی هر کسی میگه موافق باشه و در غیر این صورت باید بره زندان. این کارا رو انجام میدن، جرأت دارن و اینو باید به آقای کویی هم تبریک گفت که در زندان جمهوری اسلامی ایران به خاطر حق مردم و به خاطر حق دینش. بولیدی، آیا این اولین باره که ما تجمعات اینجوری در اعتراض به بگیم نقض حقوق بشر در بلوچستان اتفاق میفته؟ آیا تجمعاتی پیش از این داشتیم یا نه و این تجمعات به کجا ختم شده؟ تجمعات قبلی منظورمه. ببین مثلا اینه که مردم بلوچستان خب از همون ابتدا از سالهای گذشته هم در زاهدان، در سراوان، در چابهار و در جاهای دیگر در کنرک و اشکال مختلف در رابطه با دستاندازی‌ها و خرابکاری‌های رژیم و نیروهای امنیتی و یا اطلاعاتیش اعتراض کردند. مردم بلوچ همیشه جرأت داشتن که در مقابل ظلم و زور بایستن. ولی خب موضوع اساسی همینه، زمانی اینا میتونه کارساز باشه که سازمان یافته با فکر و با یک هدف مشخصی جلو برن، اون موقع هستش که میتونن این کارهایی رو جلو ببرن و حق مردم رو بگیرن. در غیر این صورت خب معمولا مثل یک بارانی میاد و بعد خشک میشه زمین. باران زمانی خوبه که باران بهاری باشه و سرسبزی بیاره و یه جنبش سیاسی هم و یه جنبش آزادی خانه هم برای همین شکل هستش. این به نظر من شاید احتمالاً برای اولین بار باشه که مشخصی مردم برنامه‌ریزی شده، حداقل در حد توان خودشون اومدن بیرون و نارضایتی خودشون رو نشون دادن و امیدواریم اینا تأثیری پیدا بکنه در جاهای دیگر و به همه در واقع به اشکال مختلفی مخالفت بکنن. در زمانی که ما می‌بینیم که رژیم همه امکانات که مردم داشته باشن به شکل حزب سیاسی، روزنامه آزاد، بلندگوهای آزاد بدون حقشون رو بگن، این تنها بخشی از این مولوی‌ها هستن که با توجه به دست داشتن منبر مسجد حرف از حقوق مردم یا حرف از حقوق آزادی دینیشون و اینکه به دینشون تعرض نشه، به خانوادهشون تعرض نشه، به مساجدشون تعرض نشه و به هموطنانشون و همدینانشون تعرض نشه و به مردم بلوچ به اصطلاح بیشتر از این ظلم نشه اعتراض میکنن. این تنها در واقع اون چیزیه که مونده برای مردم و اینو هم میبینیم که رژیم داره سرکوب میکنه و یا به شکلی داره کاری انجام میده که این کارو هم نکنن. این خیلی مهمه که شما اشاره داشتید که باید این تجمعات یه جورایی سازماندهی شده باشه و یک فکری پشتش باشه. خب مردم باید چیکار کنن؟ الان با توجه به اینکه متاسفانه سانسور در هر جای ایران، یعنی اصلا میتونیم بگیم جایی نیست از ایران که سانسور نباشه، حالا با تمام انواع سانسورهایی که هست، در بلوچستان هم شاید بگیم این مضاعف باشه و نمیذارن یه جورایی مردم حداقل دسترسی به رسانه آزاد داشته باشن و بدونن که دور و بر خودشون حداقل چه اتفاقاتی داره میفته. مردم به نظر شما به عنوان یک فعال سیاسی بلوچ، به عنوان سخنگوی حزب مردم بلوچستان، مردم باید چیکار کنن که بتونن این تجمعات خودشون رو سازماندهی کنن؟ و چون فکر کنم این کار نیاز به یک سازماندهی و یک تشکل خاص داره. مردم باید چیکار کنن؟ پیشنهاد شما چیه برای این مردم؟ چون قراره به هر حال فردا و روزهای بعد هم این تجمعات ادامه پیدا کنه و به هر حال قول دادن مسئولین و فرمانداران که اگر مولوی کوهی بعد از 3 روز آزاد نشه، قول دادن که آزاد بشه، اگر آزاد نشه حتی گفتن باز شما میتونید این تجمعات رو ادامه بدید. پیشنهاد شما چیه؟ پیشنهاد من همینه که مردم در مقابل همچین مسائلی، نه تنها این مسائل دیگه، باید قدرت خودشون رو به عنوان مردم نشون بدن. چون قدرت، ببینید یک چیزی رو مردم باید، همه ما باید متوجه باشیم. خدا حتما مردم ساده مثل همه ما رو دوست داشته که این همه آدم درست کرده، به این دلیل که اینا رو قدرتمند بکنه در مقابل زورگوان، در مقابل ظالمان، حالا اگرچه اونا همه تفنگ و اسلحه و همه چیزو دارن. بله. اینه که مردم با اساس همین مسئله‌ای که مطرح شده، پرسش از مقامات بیان جلو و اینو به اصطلاح باید همه بقیه کسایی که توانایی دارن که مسائل رو مطرح بکنن در هر مکانی و در هر زمانی و به هر شکلی، باید این موضوع رو مطرح بکنن و جلو بیان و کم کم به اصطلاح آنچه که دیکتاتوری و استبدادی و ظلم اونو به عقب ببرن. در غیر این صورت خب باز رژیم به همین شکل جلو میره و فکر باید همین باشه که ما در یک جامعه‌ای باید زندگی کنیم، جامعه‌ای که در اون مذاهب مختلف است، در آن اقوام و قوم‌ها و ملت‌های مختلف است، زبان‌های مختلف است. همه این زبان‌ها، همه این مذهب‌ها
و همه این گروه ها به اشکال مختلفی باید با همدیگه برابر باشن و آزادی داشته باشن و بتونن کار بکنن در اون زمینه‌هایی که خودشون دوست دارن و همانطور تبلیغات مذهبی خودشون انجام بدن به شکل آزادانه و اینجوری نباشه که فقط یک بخش از جامعه این آزادی رو داشته باشه و بقیه بخش نداشته باشن. یعنی خیلی مهمه در جامعه‌ای که میخواد مردمش آرام زندگی کنن حاکمیت مال یک بخش از جامعه نباشه که اون بخش مثلا شاید بر اساس زبان مشخص بشه یا اون بخش بر اساس مذهب مشخص بشه که بر بقیه برتره. خب آقای بولیدی، شما میفرمایید که باید ما در یک جامعه حداقل زندگی کنیم که مردم بتونن از آزادی بیان و دیدگاه برخوردار باشن. به نظر شما تا زمانی که سیستم ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی ایران روی کار باشه و حکومت ایران را در دست داشته باشه، آیا امکان چنین چیزی هست؟ آیا امکان هست که من اهل سنت، من کرد، شما بلوچ بتونیم حقوق خودمون رو در این قانون و در این سیستم بهش برسیم؟ آیا امکان چنین چیزی هست؟ والا این امکان چنین چیزی خوب مسلما نیست، چون بر اساس قانون اساسی ایران یک کشوری هستش که ولایت مطلقه فقیه حاکمیت نوشته اونجا از آن ولایت مطلقه فقیه هستش، یعنی در این مردم اساسا جایی ندارن. پس در نتیجه مردم بر همه اقشارش و بر همه مذاهبش و با همه زبانهایش تقریبا به صفر کشیده شدن در مقابل حاکمیت ولایت فقیه. و همه هم میدونیم که در هیچ مذهبی و در هیچ وضعیتی به شکلی نیست که کسی نمایندگی خدا رو داشته باشه و بتونه بر مردم بر اساس خواست خودش و بر اساس تفکر خودش حکومت بکنه، چون به هر حال مردم یه حقی دارن و این حق مردمه که باید حکومت بکنن و که نماینده خودشون رو حداقل کسایی که اداره امورشون رو در دست دارن باید انتخاب بکنن. پس در ایران همچین امکانی فعلا نیست. به همین دلیل باید همه، نه تنها بلوچ‌ها، همونطور شما گفتی کردا، عربا، ترک ها، فارس هایی که به اصطلاح در اپوزیسیون با این حکومت قرار گرفتن، اون بخشی از جامعه شیعه ایران که در اپوزیسیون با این گروه قرار گرفتن، با هم دیگه متحدانه عمل بکنن تا این چیزی را که یک به اصطلاح مفهوم مندرآوردی ولایت فقیه که هستش که حاکمیت رو کاملا در دست گرفته، از دست این حاکمیت رو بگیرن و این حاکمیت رو برگردانن به مردم و در به شکل بین مردم تقسیم بکنن بر اساس خواست مردم. مردم کرد خب باید یک بخش از حاکمیت رو داشته باشه، همونطور مردم بلوچ، همونطور مردم ترکمن، مردم عرب، مردم فارس و بقیه زبان‌هایی که در ایران هستن و همینطور آزادی مذهبی باشه و برابری مذهبی باشه. اینجوری نباشه فقط یک بخش از مذهب و یک قشری از جامعه مذهبی باید آزاد باشه، بقیه جامعه مذهبی کاملا از حاکمیت، از قدرت و از آزادی بیان و آزادی اندیشه دور باشه. آقای بولیدی، ما در باز خبرها داشتیم که اعتراض کارمندان بلوچ سپاه پاسداران به بازداشت مولوی کوهی یکی دیگه که از مشکلاتی که در بلوچستان هست و متاسفانه میتونیم بگیم از اساسی ترین مشکلات بلوچستان است، قضیه فقر در بلوچستان و حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به خوبی تونسته از این به حال نقطه ضعف مردم استفاده کنه و اونها رو یه جورایی وادار به مزدوری کنه و اونها رو وادار به خدمت به نظام بکنه. الان ما کارمندهای زیادی رو داریم که متاسفانه بلوچ هستن و به خدمت نظام در اومدن و در سپاه پاسداران، ارگان سپاه پاسداران، نیروهای سپاه قدس و بسیج و به هر حال سایر ارگانها مشغول خدمت به حاکمیت جمهوری اسلامی و خیانت به مردم خودشون هستن. نظر شما در مورد این افراد چیه؟ حالا از این طرف هم کارمندای بلوچ اعتراض کردن به بازداشت مولوی فضل الرحمن. خب باید با این دوستانی که این کارو کردن باشون احساس همبستگی بکنیم که دقیقاً جرأت کردن و این عمل رو انجام دادن. وقتی که رژیم دیکتاتوری باشه اساساً کارش همینه که آب و گلالود کنه و از اون استفاده بکنه و به خصوص وقتی که یک حاکمیتی احساس بکنه که بخشایی از جامعه رو از خودش نمیدونه، چون حاکمیتی که در ایران هستش از ابتدا در واقع بخشای مهمی از جامعه ایران رو به دلیل مسائل مذهبی که مثلا سنی هستن بخشی از خودش ندونسته، یا مثلا چون زبانشون فارسی نیستش، کردیه یا بلوچیه یا عربیه یا ترکمنی یا ترکیه،
اینا رو از خودش ندونسته و به این دلیل میخواسته به اینا زمینهای ظلم ایجاد بکنه و به همین دلیل هم یکی از این زمینها هم همون مسئله فقر، نگه داشتن مردم در فقر، ایجاد اختلاف بین همون مردم هستش به اشکال مختلف طایفه‌ای، منطقه‌ای، فکری که بتونه آب گلالود بکنه و از اون استفاده بکنه. این در واقع جدایی به اندازه حکومت بکن و این سیاستی که حکومت مرکزی ایران داشته و به نظر من در این شرایطی که ما خب به هر حال فعلا همچین امکاناتی هست و یک سر همچین مؤسساتی هست مثل تلویزیون ها، رادیوها و یا اینترنت و یا جای دیگه با آگاهی مردمان بیافزاییم که این مسئله استفاده از بلوچ بر علیه بلوچ و استفاده از هر قومی بر علیه خود اون قوم در واقع این خیانت بزرگی کسی به مردم خودش انجام میده. ما بلوچ ها باید به این فکر باشیم که ما یه ملت هستیم و دست جمعی حقوق ملی ما رو بگیریم، چون حقوق ملی بلوچ متعلق به مولویای بلوچ تنها نیست، تنها به تحصیل کرده‌های بلوچ نیست، تنها به کارگران نیست، تنها به اصطلاح به چند تا سردار و یا خان نیست و یا تنها به متعلق به زن یا تنها به متعلق به مرد نیست، بلکه به مردم بلوچ به در تمامیت است. وقتی که ما خودمون رو به عنوان یک ملت میدونیم باید در این جهت حرکت بکنیم و به همین شکل با بقیه اتحاد درست بکنیم و با بقیه همکاری بکنیم و بقیه هم باید با ما همکاری بکنن تا همه به حقمون برسیم. یعنی از این مرحله هایی که کسایی بتونن از ما سوء استفاده بکنن که بتونن فقر ایجاد بکنن در جامعه ما و از این فقر استفاده بکنن که ما یکی رو تفنگ دست بدن و یکی رو به عنوان اشرار حساب بکنن، یکی رو به عنوان ضد انقلاب حساب بکنن و اون رو از بین ببرن. از این مراحل بیایم بیرون، بگذاریم که خانواده‌هامون راحت زندگی کنن، بچه‌هامون به مدرسه برن، درس بخونن، کار بکنن و کشفیات مهمی بکنن. همین کاری که ما داریم حالا انجام میدیم، همین تلفن‌هایی که درست شدن در دنیا، همین به اصطلاح تلویزیونایی که هستن، کامپیوترایی که هستن، ماشینایی که هستن سوار میشن. ما سعی بکنیم که جامعهمون طوری باشه که بتونیم از این کارا بکنیم، از همین ماشینا رو بتونیم درست کنیم، تلفن‌ها رو درست کنیم، سیستماشون رو بهتر بکنیم. جامعه ما باید در این جهت حرکت کنه، نه هر روز به این فکر باشه که سلاح بسیج رو در دست بگیره یا سلاح اطلاعات رو در دست بگیره بره در سوریه به جنگ برای برادران خودش و یا در بلوچستان در مرزها بیاد مردم خودش رو بکشه. باید از این مراحل بیان بیرون و به فکر زندگی مناسب‌تری برای خودمون، برای مردمون باشیم. آقای بولیدی خیلی مهمه. بله بفرمایید. تقریبا 10 دقیقه به پایان برنامه مونده. آیا حزب مردم بلوچستان توصیهش به مردم اینه که این تجمعات رو ادامه بدن و تا رسیدن به حقوق خودشون، یا اینکه چه توصیه‌ای داره اصلا حزب مردم بلوچستان؟ آیا بیانیه خاصی در این مورد صادر کرده یا نه؟ حزب مردم بلوچستان خب در شرایطی که رژیم دیکتاتوریه و اینی که به اصطلاح مردم بسیج بشن و کاری انجام بدن، این باید به اصطلاح بتونی از مردم دفاع هم بکنی و باید بتونی برای مردم کارهای دیگری هم انجام بدیم. ما در این مرحله وظیفه خودمون می‌دونیم. ما امروز هم صحبت کردیم از صبح که به اصطلاح از این موضوع پیش اومده، با دوستان تماس گرفتیم و داریم یک سری اقدامات مثلا در تهیه اخبار و در تهیه می‌کنیم که بفرستیم به سازمان‌های بین‌المللی و آنها را آگاه بکنیم که در منطقه ما رژیم به اصطلاح اون چیزی رو که دنیا در سازمان ملل به این شکل هستش که آزادی مذهبی و آزادی عبادته، یعنی اینی که نه تنها باید آزادی مذهب باشه، باید آزادی عبادت باشه و اینی که آزادی فعالان مذهبی هم باشه. اینا رو رژیم جمهوری اسلامی ایران با اینا میگه حکومت اسلامی است نقض میکنه و باید بهش فشار بیاره و در این بخش ما داریم کارهایی رو انجام میدیم. اونی که مردم در اون شرایط به نظر من از ما خیلی آگاه‌تر و عاقل‌تر هستن در رابطه با اونجا میتونن چیکار بکنن، ولی ما همیشه پشتیبان مردم هستیم و تا جایی که امکان داره کمک میکنیم، ولی به هر حال تصمیمات رو خود مردم دست جمعی میگیرن و هدف ما به عنوان یک حزب سیاسی اینه که تا جایی که امکان داره در اون محدوده‌ای کار بکنیم که ضررش برای مردم کمتر بشه، مسئولیت پذیری خودمون و با اینکه بتونیم نقش اساسی در اون بخشی که ضعف هست در رابطه با جامعه بلوچستان، اینه که صدای مردم بلوچ به جامعه بین‌المللی برسه، اینو به اصطلاح جلو ببریم و بگیم که ایران به عنوان یک رژیم مذهبی در واقع خود مذهب رو هم دین رو هم داره توهین میکنه و اون رو داره سرکوب میکنه به اشکال مختلفی. این وظیفه‌ای هستش که ما داریم و این وظیفه خودمون رو حتما انجام میدیم. آقای بولیدی، ما هیچ شکی در این نداریم که به هر حال سیستم سیاسی حاکم بر ایران به صورت تعمدی در بلوچستان با ایجاد اختلاف و مسلح کردن گروه‌های مختلف بلوچ داره به نفع خودش استفاده میکنه. اما من میخوام کاری به حال حاکمیت نداشته باشیم. خود مردم باید چیکار کنن؟ خود مردم چطوری باید فریب این به هر حال نقشه های شوم حاکمیت رو نخورن و مردم باید چطوری آگاه بشن؟ چطوری ما مردم رو آگاه کنیم که در دام اینا نیفتن؟
این مردم ما باید از تجربه خودمون باید استفاده بکنیم. مردم دیدن در زمان شاه یک بخشی از جامعه بلوچستان به عنوان سردار یا خان با این حکومت پهلوی همکاری کردن و بر علیه هم دیگه به اشکال مختلفی فعالیت کردن و سرنوشت اونا رو دیدن که به چه شکلی شده است. و همکنون هم در رژیم جمهوری اسلامی ایران وقتی که خودش رو مخالف خان و سردار دید، بازم خان و سردارا رو استفاده کرد و یا به گروه‌های مذهبی رو بر هم دیگه استفاده کرد و حتی جامعه میانه بلوچ رو و یا حتی تحصیل کرده ها رو برای هم دیگه استفاده کرده به اشکال مختلف در شورای شهر، در انتخابات های مجلس، در جاهای دیگر. همه اینا رو دیدن رژیم وقتی که یکی بلوچی رو در مقابل حتی به بهانه این که تو داری مبارزه میکنی برای قاچاق به خودش همراه کرده، بعدن همون طرف هم به عنوان بهانه قاچاق یا بهانه‌های دیگری از بین برده. مردم ما این تجربه رو باید به نظر من همشون دیدن و باید این مسئله رو ببینن که هر کسی با رژیم های ایران، چه رژیم پهلوی و این رژیم جمهوری اسلامی و رژیمی که در آینده باشه، بدون اینکه بر اساس حق و حقوق ملت بلوچ باشه، بر اساس سیستم ملیگرایی بلوچ باشه و بر اساس یک حکومت بلوچی باشه، با هر رژیمی غیر از بلوچی همکاری بکنن، مسلماً سرنوشتی پیدا میکنن که بقیه گروه‌های اجتماعی و یا گروه‌های به اصطلاح طبقاتی در بلوچستان داشتن. و این موضوعی که به نظر من همه این تجربه رو دارن، همه دیدن که یکی اطلاعات حمایت میکنه، یکی سپاه حمایت میکنه و یکی حتی سپاه ازش استفاده کرده بعد اونو کشته و یا به شکلی در جامعه اونو بدنام کرده و ول کرده. این یک مردم ما به نظر من این مسائل رو باید خودشون هم متوجه بشن و همکاریاشون با این رژیمی که در حال از بین رفتنه، رژیمی که حتی تحمل خودشون نداره. این رژیمی شده مثل اون مسائلی هست که در طبیعت میزنن، مثل مارهایی شده که سرش دمش میخوره. دیگه مردم باید متوجه بشن که با رژیمی که سرش دمشون میخوره مثل یک مار، اینو دیگه ول بکنن و بیان به اصطلاح به طرف مردم خودشون و از حقوق مردم خودشون طرفداری بکنن. حالا اگه اسلحه‌ای در دست گرفتن، این اسلحه رو ما به کسی پیشنهاد نمی‌کنیم که برای رژیم استفاده بکنه، ولی اسلحه رو تحویل رژیم بده و این اسلحه رو به هیچ وجه برای برادر و یا خواهر خودش و برای مردم خودش استفاده نکنه. خیلی ممنون و متشکر آقای ناصر بولیده‌ای، سخنگوی حزب مردم بلوچستان. با تشکر، خیلی ممنون. خواهش می‌کنم، خدایا رو نگهدارتون. خب دوستای عزیز و گرامی، وقت ما تقریبا رو به اتمام. فقط من باز هم این نکته رو خدمت شما عرض کنم، این افتخار برای اهل سنت که ما علمامون به خاطر دفاع از حق و دفاع از مظلومین به زندان میافتن. این افتخار برای اهل سنت که علمای ما به خاطر توحید سرشون بالای دار بره و این افتخار برای اهل سنت که علما و داعیانشون از کشور خارج بشن و در به در بشن و آواره بشن، اما در مقابل کسایی که در حاکمیت هستن خودتون برید تحقیق کنید و ببینید و فکر کنم خیلی راحته در اینترنت یک سرچی بزنید میفهمید که اونا به خاطر چه چیزهایی به زندان میفتن. کمترینش همین اختلاسیه که ما روزانه اخبارش رو میشنویم و میبینیم. یعنی الان ما در همین هفته گذشته داشتیم اخباری رو در مورد آستان قدس رضوی که با اختلاس یکی از بگیم رأسهاش از کشور خارج شده. اما علمای اهل سنت به چه خاطر به زندان میافتن؟ فقط به خاطر حق‌گویی. امیدوارم مولوی فضل الرحمن کوهی، ما از طرف خانواده شبکه جهانی نور به هر حال با خانواده مولوی فضل الرحمن کوهی و همچنین جامعه بلوچ همدردی میکنیم و حمایت خودمون رو از مردم بلوچستان و از تجمعاتی که در بلوچستان مسالمت آمیز به هر حال برگزار میشه، ما شبکه جهانی نور حمایت خودمون رو اعلام میکنیم. به امید آزادی مولوی فضل الرحمن کوهی و همه علمای اهل سنت و همه آزادی خواهان در هر جای ایران. شب و روز خوش، خدایا رو نگهدارتون.